ده‌ها هزار مخلصان در سرایو تیم جوانان بسکتبال بوسنیا را بعد پیروزی در یک سبقت بین المللی در لیتوا پیشواز گرفتند. تیم بسکتبال بازان تو 16 ساله بوسنیا با پیروزی بر لیتوا با حساب 85 بر 83 بار اول عنوان قهرمان اروپا را به دست آورد. کامیابی بین المللی این تیم با کمک اندکی نهادهای دولتی حاصل شده است. ولی پیروزی تیمی عبارت از بازیگران اقوام مختلف همچون رمز وحدت مردم بوسنیا قلمداد شده روز 17 آگوست به طور گسترده تجلیل شد. فعالان جامعه شهروندی در پشاور در شمال و غرب پاکستان در روبروی محفل مطبوعات شهر جمع شده از حکومت خواستند تا علیه تبعیض جنسی در جای کار اقدام کند. اهل تظاهرات روز 17 آگوست گفتند قانونگذاری ضد تبعیض این ولایت سال 2010 تصویب شده است ولی تا حال برای اجرای آن یک اداره علاهیده و یا مقام امبودسمن تأسیس ندادند. فعالان میگویند زنان پاکستانی در جای کار پیوسته تحت بدرفتاری جنسی قرار میگیرند ولی توان شکایت رسمی ندارند. این هفته مد در دوشنبه پایتخت تاجیکستان است. در آن مدل ها محصول دست طراحان محلی و منطقوی را به معرض تماشا میگذارند. در پی رسمی افتتاح هفته مد در روز 17 آگوست طراحان لباس گفتند که منبع اساسی مد این سال لباس ملی تاجیکی است. در اوایل سال روان رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان به زنان تاجیک مشورت داده بود که لباس ملی تاجیکی بپوشند و از پوشیدن لباس‌های بیگانه مثل حجاب خودداری کنند. ولی طراحان لباس همچنین تلاش دارند که به جوانان تاجیک لباس‌های سنتی را به شکل کمی مدرن پیشکش کنند.